این هفته خبر تو خبر داره براتون از ریزش تو حوزه ها و ترس عظما از این که عمامه ولایت رو سر حوزه پریشون بشه و هرچی که تو این سالیان رشته پنبه بشه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار حوزه علمیه را از حکومت اسلامی جدایی ناپذیر دانستند. بنابراین اگر حکومت اسلامی حکم اسلامی را به خوبی اجرا کند، حوزه علمیه باید با تمام وجود از آن حمایت کند و اگر دچار اشتباه می شود تذکر دهد. حالا تو اوضاع و احوالی که حساب پسندازهای عظما همینطور در حال صفر شدنه، طبق معمول سید علی به فکر قمپوزهای پهپادیه تا مبادا باد بسیجی‌ها خالی بشه. از نسل جدید پهپادهای ایرانی رونمایی و پهپاد دوربرد و رزمی سائقه سپاه پاسداران عملیاتی شد. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در بازدید از موزه پهپادهای غنیمت گرفته شده از آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین پهپادهای جدید هوافضای سپاه تاکید کرد ایران هیچ حد و مرزی در توسعه توان دفاعی ندارد. یعنی کار به جایی کشیده که ابوطیاره عظما رو باید با الاغ پهپاد بکشن. یکی از ویژگی‌های شوته ضرب آخوندا تو باطلاق برجام اینه که خودشون به خودشون پنالتی میزنن. یعنی خودشون هیئت خارجی دعوت میکنن که باهاش بده بستون داشته باشن، بعدم خودشون زیرا به همون هیئت رو میزنن و اینجوری بهش میتازن. وزیر اقتصاد آلمان که 2 روز قبل از سفرش به ایران پیش شرط رابطه با تهران رو به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی دونسته و گفته بود در سفرش مسائل حقوق بشر و قدرت دفاعی ایران رو هم پیگیری میکنه، رئیس قوه قضاییه اظهارات وزیر اقتصاد آلمان رو دخالت در امور داخلی ایران دونست و از حضور وی در ایران انتقاد کرد. و نگذارن کسانی که اینطور با قدرت و قلدری و تحقیرآمیز صحبت میکنن اینا اصلا مجال پیدا کنن در درون کشور. باید راه رو برای اینها بست تا بفهمن که ادب دیپلماسی رو هم حفظ بکنن، با عذرخواهی بیان در درون کشور و نیامدن اونها هم هیچ مشکلی بر مردم ما ایجاد نمیکنه. خب این وسط بسیجی‌ها از دیدن این صحنه مسخره کاری ندارن جزی که دست جمعی بگن نه. این هفته مم جواد ظریف رو بردن تو مجلس تا یه نسقی ازش بکشن. اونم طبق معمول قبل از ورود به مجلس لبخند مضحک همیشگی رو گذاشت دم در و با این حرفای صدمنی غاز همیشگی یه شیره جدید مالید به سر نماینده های مجلس. ما اجازه نخواهیم داد که در هیچ حوزه‌ای هیچ یک از طرف‌های برجام از حدودش تخطی نماید. ما در برابر زیادخواهی ایستادگی می‌کنیم. برجام فقط برای حل مسئله هسته‌ای بود. اما این حرفا نه تنها دردی از برجام زوار در رفته دوا نکرد، بلکه داغ دلواپسا رو تازه کرد. جناب آقای ظریف هم بارها فرمودند کل تحریم‌های ایالات متحده آن متوقف می شود که امریکا به جز یک امضا زیر برجام کار دیگری نکرده است. امریکا به شرکت‌ها و بانک‌ها میگوید کار بکنید، ولی عملاً 5 صفحه اما و اگر میگذارد و این باعث شده است که این برجام اجرا نشود. به این ترتیب ظریفی که میخواست ماشین نظام رو تو پارکینگ تعامل با غرب پارک کنه پاش رفت رو گاز و یه چنین صحنه‌ای درست شد.
این صالحی ورشکستم که دکون اتمیش تعطیل شده این بار زده تو کار دلالی آب سنگین و دلش خوشه که آب سنگین صادر میکنه، اونم به آمریکا. دوغ تو بنوش بابا. ایران چشمه زلال و جوشان آب سنگین جهان رئیس سازمان انرژی اتمی از وفور تولید آب سنگین در کشور و خواهان‌های زیاد داشتن اون در کشورهای مختلف خبر داد. تا به امروز 32 تن به امریکا فروختیم و 38 تن هم به روسیه تحویل دادیم. یه سری شرکت‌های اروپایی، فرانسوی، آلمانی هم خواستار خرید آب سنگین هستن. تو که فروش آب سنگین رو گفتی، خب فروش نفت رو هم بگو دیگه. بگو با پول نفت ملت کجاها رو اداره می‌کنید؟ ماجرا از این قرار است که بخش عمده‌ای از نفت کوره ایران به امارات صادر می‌شود. همکنون سود امارات از راه‌اندازی بزرگترین مرکز سوخت‌رسانی دریایی به کشتی‌ها در بندر فجیره به سالانه بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که بنادر ایرانی سودی از صادرات نفت کوره نمی‌برند. کارشناسان می‌گویند ظاهراً با نفت ایران بندر فجیره اداره می‌شود. ظاهراً با نفت ایران بندر فجیره فجیعاً اداره می شود. میگه که پول می رود ز نفتم، ظلم میزنی کجا را، دردا که این امارات بلعید نفت ما را. یعنی میخواد بگه آخوندا اومدن یه طوری نفت بفروشن که تو تحریم گیر نکنن، اما راه رفتن خودشون هم یادشون رفت و همه چی رو بای دادن. از اونجایی که زهر تا سیراب شیردون عظما رفته و حالا جسته و گریخته دارن زیراب جنگ ضد میهنی رو هم میزنن، پاسدار سلیمانی مجبور شده از جیب بذاره و با این روزه ها کرباس پاره جنگ رو رفو کنه. خصوصا مقام معظم رهبری که پیوسته با دستخطهای خودشون نوشته هایی که بر نوشته ها و کتاب های دفاع مقدس دارند مهمترین و تنها مشوقی هستند که جامعه را به مطالعه و توجه به این دوره ارزشمند فرا می‌خوانند. این سلیمانی میخواد به خیال خودش با آویزون شدن از خط خرچنگ قورباغه عظما یخ دوران جنگ رو بشکونه و تنورش رو دوباره رونق بده. این هم همون فیلم باف وزارت اطلاعاته که فیلم قلاده های طلا رو داده بیرون و اینجا میخواد چماقش رو پشت یه پوز روشن فکری پنهان کنه و با خرج کردن کلماتی مثل نظم و لیبرالیسم و از این حرفا بگه قلادش خیلی طلاییه. مقاومت معناش اینه که ما در مقابل نظمی که لیبرالیسم در جهان ایجاد کرده، امام ما اومد، امام خمینی سلام الله علیه اومد یه نظم جدیدی تعریف کرد. چون لیبرالیسم همیشه یک طرفش خنده است، یعنی شما منافقین و صدام با هم یه جا رسیدن. منافقین خیلی خودشون آزاده خواه میدونستن، یه جا رسیدن. اینم تازه ترین تئوری بزبزقندی نظام برای که هر طور هست علف اقتصاد مقاومتی رو به خرج بسیجی ها بده و گوشتای کبابی رو نگه داره برای آقازاده ها. از اون طرف مثلا میفرمان گوشت هر روز نخورید، از یک طرف میگن اگر یک کسی 40 روز گوشت نخورد تو گوشش اذان بگید. یعنی دیگه حداقل هر 30-40 روز یه بار یه وعده گوشت رو باید خورد، نه نخور نه زیاد بخور. این اعضای گوشخوار استبل ولایت هم 3 هفته رفتن وکانس، اساسی چریدن و حتی حالا حس رأی دادن هم ندارن. نمایندگان مجلس بعد از 3 هفته تعطیلی حال رأی دادن ندارند. این نماینده مجلس در حالی که پشت تریبون بر سر همکاران خود فریاد میزد گفت بعد از 24 روز تعطیلات 140 نفر در رأیگیری شرکت نکردند. مگر بناست که 24 روز دیگر هم تعطیلات داشته باشیم که دوستان رفع خستگی کنند. میگه که خب مجلس خانه ملت و
هیچ جام خونه خود آدم نمیشه. یعنی این تعطیلات وقتی آدم میره خونه خودش پاهاشو دراز میکنه و استراحت میکنه، سخت بعدش بیاد در. این هم مصاحبه با یه خواننده پنچر توی تیوی ریش که رفت سالها تو فرنگ گشت، اما ظاهرا پولش ته کشید و این بار با ریش و تسبیح برگشت به آغوش ولایت تا با خوندن ترانه برای جنگ خمینی مجوز بگیره و یه سیبیل چرب کنه. من نمیخواستم این کار رو منتشر کنم، من این قطعه رو ساخته بودم، اما این شاهد غواص وقتی دیدم زود این کار رو منتشر کردم. هرگز به این نیت که مجوز بگیرم بیام یه آهنگ بخونم، نه. حالا چه بسا اگر اینقدر خوبه که آدم با خوندن یه آهنگ مجوز بگیره، چه ایرادی داره آدم این کار بکنه؟ میخواستن هفته اراذل و اوباش نیروی انتظامی رو جشن بگیرن، دنبال یه ابتکار جدید میگشتن. خلاصه نتیجه این شد که یه عده رو آوردن تا شلنگ تخته بندازن و این مجری پرتاب تیویریش هم اومد تا بازارگرمی کنه. یعنی همه چیز دست به دست هم داد که این صحنه مسخره به خوبی بره رو آنتن. خب دوستان عزیز، من الان خیلی احساس امنیت میکنم، چرا که دورم یه سری جوان فرزندان گل، پسرای گلم جمع شدن. اینها همیشه بیدارن. در بین این عزیزان شما خیالتون راحت باشه، حاضرن از جان خودشون بگذرن که خدای نکرده خار تو پای کسی نره. اینها از پدر مادرها بعضی موقع دلسوزترن به خاطر اینکه امنیت داشتهشون. درست میگم دیگه؟ بله. 4 تا چوب و 3 تا خوبه، همین 3 تا. عالی عالی عالی. 1 2 یا علی، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ایول، همه بگین ماشاءالله. در پایان با هم به تماشای این پدر بزرگ جوگیر میشیم که ظاهراً یه زمانی از طرفداران مایکل جکسون بوده و حالا میخواد خاطره اون رو زنده کنه، اما حواسش نیست که یکم دیره برای این کارا.